در سوره مؤمنون الله تبارک و تعالی به این در یک نکته بسیار جالب اشاره کرده و او را یکی از علما بسیار زیبا توضیح میده. الله تبارک و تعالی در سوره مؤمنون زمانی که مؤمنین را توصیف میکنه قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنین رستگارن که در نماز خود خشوع دارن، بلا فاصله بعد از این میگه والذین هم عن اللغو معرضون، اینا کسانی هستند که از لغو روی گردانند. ظاهرا به نظر آدم میتونه میاد که شاید کدام رابطی بسیار نزدیک بین خشوع در نماز و بین روی گردانی از لغو شاید نباشه، اما یکی از علما بسیار یک تعبیر جالبی کرد و موارد انسان میره بالفعل خود انسان احساس میکنه. او میگه شیطان خصوصیات نفس انسانی رو خوب میفهمه و از همه خصوصیات ذهن انسانی و فکر انسانی آگاه است. هرگاه انسان، طبیعت انسان ها به گونه‌ای هست که در امور کاری وقتی مشغول باشن، به تعبیر بچه‌ای که کمتر بلد باشن، یک فولدری از اون کار در ذهنشان ایجاد میشه. در هر کاری، مثلا شما غالبا در روزانه به کار مصروف بوده باشین، شب هم که برین حتما همون مفاهیم در ذهن شما هست. امور لغو هم همین خاصیت داره، امور لغو هم همین خاصیت داره. وقتی انسان در زندگی روزمریش با امور لغو و بیهوده مشغول باشه، وقتی که در نماز میره حال ضرورتا باید متوجه مفاهیم نماز باشه و در نماز خود خشوع داشته باشه، اما چون اینمی امور لغو یک فولدر در ذهنش ایجاد کرده، شیطان میره اونمو فولدر باز میکنه، یک بارگی از ذهن شما میاد که اون چیزایی که اصلا در یادتان نبود. پس وقتی انسان بر شیطان امی فولدرها را در ذهن خود ایجاد نکرده و شیطان چیز پیدا کرده نمیتونه که شما را به اصطلاح از نماز غافل بکنه. دقت کردین؟ اگر ما در ذهن ما، یعنی مشغولیت ما به امور لغو نباشه، بلکه همیشه به مفاهیم معنوی متوجه باشیم و در ذهن خود و در زندگی روزمره خود اینا را همیشه در ذهن خود داشته باشیم، شیطان چیزی پیدا نمیکنه که ما را به او مشغول بکنه. دقت کردین؟ معمولا هر انسانی در عموم مشغولیت های روزمریش در نماز یادش میاد. دکاندار در نماز یادش میاد که خب من با کی قرض دادم، از کی قرض گرفتم، چقدر سودا کم شد، چقدر زیاد شد، امیر رقم میگه. یا مثلا گاهی وقتا یک استاد شاید در ذهنش بیاد که خب من امتحان دارم، چطور شود درس آمادگی باید بگیرم. این مفاهیمی که انسان روزمره غالبا به اونها چی هست مشغولیت داره، امی مفاهیم در ذهن انسانی یک قسمتی از مغز انسانی را به خود میگیره و شیطان امی را باز میکنه. در نماز یک باری در ذهن تو چیزای دیگه میاد. به امی لحاظ وقتی که انسان مسلمان از شیطان به الله پناه میبره، امی مفهوم در ذهنش باز